در زندگی ما پازل ها و معماهای بسیاری وجود دارد و امروز خانم و آقایان من افتخار عزیزی را دارم که یکی از بهترین معماها و یکی از مشکل ترین معماهایی که بشر میشناسه را برای شما معرفی کنم. بسیاری از شما را میشناسید. یه چیزی نیست به جز روبیکس کیوب. کلی امروز آشنایی دارین و روبیکس کیوب یک خاصیت بسیار زیبا داره. آدم میتونه اون رو بچرخانی. هر چقدر این را بیشتر بچرخانی حل کردنش در آخر لذت بیشتری دارد. برای همین من تلاش می‌کنم امروز برای شما نشان بدم که چی قسم یک شعبده باز قادر به حل این روبیکس کیوب هست. And if you think, فکر می‌کنید یه چیز دیگه است متاسفانه باید کلتون امید کنم. مگم اگر من به عنوان یک شعبده باز این کار انجام بدم شاید بسیار از شما بگن که این کار زیاد جالبی نیست. از اون خاطر من خواهش می‌کنم که آقای بی در صحنه بیان و به همراه من این کار را انجام بدم. تشکر. به افتخار آقای بی. شما منو غیب نکنی یه وقت. نه. بی آقای بی آیا تا به حال همراه روبیکس کیوب حل کردید؟ یعنی تا حالا تونستین روبیکس کیوب حل بسازید؟ نه هیچ وقت چیز نکردم. برای هیچ مشکلی نداره. هیچ آدم همیشه از صفر شروع میکنه و برای همین من امروز میخوام برای شما با اجازه یاد بدم که چی قسم میتونید این در سریع ترین حالت ممکن حل بسازید. فقط برای از اینکه این کار انجام بدید لطفاً نگاه کنید من چه کار میکنم و دقیقاً همون رو تکرار کنید. بسیار آسان است. و ما این کار امروز میکنیم برای اولین بار در دنیا بدون اینکه روبیکس کیوب ببینیم. یعنی بدون دیدن از این شما میخواین این را حل بسازید. این را در پشت سرتون دستتون در پشت سرتون لطفاً و سعی کنید ببینید من چه قسم میکنم. این را میگیرید در دستتون و شروع میکنید به چرخوندن همین قسمی که من میچرخونم. میبینید؟ اوکی. ما این را میمونم در دستتون. شما رو به تماشاچی‌ها لطفاً در دستتون بگیرید. گرفتین؟ خب همونجوری که نشان دادم شروع کنید به چرخوندنش. هر وقت که فکر کردین که این روبیکس کیوب کامل شده همه طرفاش یک رنگ داره لطفاً رو ببینید در جلوی تماشاچی‌ها ثابت کنید که هر چیزی امکان پذیر است. من از این کارا نکردم در واقع. من خب درستون اوکی؟ بله. ما و شما از قبل کار هماهنگ نکردید درست است؟ لطفاً روبیکس کیوب نشون بدید و نشون بدید که ماجیک واقعاً در دنیای واقعی وجود داره. بسیار ممنون هستم از شما. دوستان با اجازه شما در جلوی من که برای شما یک هدیه کوچک تقدیم کنم. خانم نازنین برای شما. مرسی. آقای آرش تقدیم شما. خانم افشار. دوباره من برمیگردم در این استیج لطفاً شروع بکنید به چرخاندن روبیکس کیوب هر چقدر که دلتون میخواد. اوکی؟ فقط من شماره 3 را که گفتم لطفاً استاپ کنید. 1 2 3. خب آقای بی برای شما متاسفانه چیزی ندارم که شما باید یک از بزرگترین تصمیم‌های زندگیتون رو بگیرید. دوست دارین که این 3 نفر روبیکس کیوب در دستشون باشه یا اینا میخوان که بین هم دیگه چنج کنن یعنی تعویض کنن روبیکس کیوب رو؟ تعویض کنم با. خب جالب‌تر میشه. تعویض کنن. اوکی. پرفکت. حالا من برای اینکه کار نشون بدم صداقت کارمو من چنگک آوردم چون که نمیخوام اونا رو دست بزنم. شما لطفاً یک از این 3 تا را انتخاب کنید چون که شما و من باور دارم که انسان‌ها به جز ارتباط خونی میتونن با هم دیگه ارتباط ذهنی هم داشته باشن و من با شما میخوام با از طریق ارتباط ذهنی امروز این پازل رو حل کنیم. پازل از من راه حل از شما. لطفاً یک از این 3 تا را انتخاب کنید. بعد خانم افشار نشون نمیدن. اجازه است؟ بفرمایید. با اجازهتون من تمام مدت دیره بالا نگه می‌دارین که شما خانم ها و آقایان من میخوایم همراه شما این پازل رو حل کنم. شما انتخاب کردین چه روبیکس کیوبی در اینجا باشه. شما تانستی کار انجام بدین چون که هیچ کسی به غیر از شما آقای بی بین از این تماشاچی قادر به حل این نبود. چرا؟ چون که این تابلو چیزی نیست به جز